أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1866 می فرماید: وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که فرمود، از ابن عباس رضی الله عنه میگوید: جاء ابراهیم علیه السلام بأم اسماعیل و بابنها اسماعیل و هی ترضعه حتی وضعها عند البیت. میگوید که آورد حضرت ابراهیم علیه السلام مادر اسماعیل را با فرزندش اسماعیل و هی ترضعه، در حالی که حضرت که ام اسماعیل را شیر میداد، در حالت شیردهی بود، یعنی که کودک شیرخواره بود. حتی وضعها عند البیت، تا اینکه میگه گذاشت ام اسماعیل را در نزد بیت، در نزد کعبه، میگم جایی که حاضر کعبه هست، در همین جا گذاشتش. این در دوحت فوق زمزم فی اعلى المسجد وليس بمکه یومئذ احد. این در دوحتین میگه در نزد یا که در زیر یک درخت بزرگی، در همونجا میگه یک درخت بزرگ بود. فوق زمزم، اون درخت میگه بالای زمزم ده بود، از زمزم بالاتر بود. فی اعلى المسجد، از مسجد بالاتر. وليس بمکه یومئذ احد، و نبود میگه در مکه در آن زمان کسی، اون زمان در مکه کسی نبود. و حضرت ابراهیم علیه السلام ام اسماعیل رو با اسماعیل آورد اینجا گذاشت. وليس بها ماء، و میگه همراه ام اسماعیل آبم نبود، آبم نداشت. فوضعها هناک، پس میگه گذاشت. فوضعهما هناک، پس اسماعیل رو با مادرش در نزد اون گذاشتش. و وضع عندهما جرابا فیه تمر، و وضع عندهما جرابا، یعنی که گذاشت حضرت ابراهیم علیه السلام در نزد اسماعیل و مادر اسماعیل ظرفی که در اون ظرف آب بود، فقط یک ظرف، یعنی در اون سرزمینی به آب بود، فقط یک ظرف آب رو در نزد اسماعیل و مادرش گذاشت. و سقاء فیه ماء، یعنی از ظرفی که مشکی که در اون آب بود. ثم قف ابراهیم منطلقا، پس میگه برگشت ابراهیم علیه السلام در حال روانه بودن، یعنی برگشت، اونها رو در اونجا گذاشت و خودش برگشت. فتبعته ام اسماعیل فقالت، پس از دنبالش، از پشتی حضرت ابراهیم علیه السلام مادر اسماعیل آمد. ام اسماعیل آمد و پس پرسان شد: یا ابراهیم این تذهب، یعنی ای ابراهیم تو کجا می روی؟ و تترکنا بهذا الوادی الذي ليس فيه انیس ولا شیء، یعنی تو ما رو میگذاری در این وادی که در این وادی یگان مونیس نیست، انیس نیست، یگان امره نیست، ولا شیء، و هیچ چیزی در این وادی نیست. ای ابراهیم در اینجا تو ما را میگذاری و کجا میروی؟ فقالت له ذلك مرارا، پس میگه ام اسماعیل همین سخنش رو برای حضرت ابراهیم میگه مرارن، چند بار تکرارن پرسان شد. و جعل لا یلتفت الیها، و حضرت ابراهیم علیه السلام میگه نگاه نمی کرد به ام اسماعیل و فریاد و پرسش های ام اسماعیل، میگه نه نگاه میکرد و نه جواب میداد. قالت له، پس گفت حضرت مادری اسماعیل علیه السلام گفت که الله امرک بهذا، گفت آیا الله امر کرده که از تو را به این، یعنی اینجا بیارم ما را آوردی و گذاشتی در این میدان، در این صحرا، آیا الله تو را امر کرده است؟ قال نعم، پس همین سوالش را حضرت ابراهیم علیه السلام جواب داد که بله، یعنی الله امر کرده است که شما را من باید در اینجا
بگذارم. قالت، پس میگه اسماعیل گفت اذن لا یضیعنا، پس گفت این طور که باشد، اذن یعنی این طور باشد، در این هنگام لا یضیعنا، الله جل جلاله ما را ضایع نمیکند، ما را هلاک نمیکند وقتی که الله به این عمل کردگی باشد. ثم رجعت، بعد میگه برگشت، یعنی که از دنبال حضرت ابراهیم که آمده سبد، از دنبالش آمده سبد. وقتی که این گپ رو که شنید، پس میگه اسماعیل برگشت به زیر همون درخت. فانطلق ابراهیم علیه السلام، و رفت میگه ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام بر راهش ادامه داد و سفرش رو ادامه داد و از نزد اونها دور شدن گرفت. حتی اذا کان عند الثنیه حیث لا یرونه، تا این که میگه رسید، اذا کان عند ثنیه، رسید به بالای ثنیه، ثنیه که راههایی که در بالای کوه ها میشود، به بالای کوه که راه بود، میگه در همون جا که رسید، حیث لا یرونه، یک جای در رسید میگه که دیگر اسماعیل و اسماعیل نمیدیدش، یعنی از چشم اونها ناپدید شد، از چشم اونها دور شد. استقبل بوجه البیت، پس میگه رو آورد، روشا به طرف بیت کرد، روشا به طرف بیت گردونید و ثم دعا بهؤلاء الدعوات، پس میگه دعا کرد به این دعاها، این دعاها را گفت که این دعاها را گفت فرفع یدیه فقال، پس دستانش را برداشت حضرت ابراهیم علیه السلام و گفت که این سوره ابراهیم آیت 37 است، ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میگه که پروردگارا، ربنا ای پروردگارا، اینی اسکنت من ذریتی، یعنی من سکونت دادم بعضی از فرزندانم را، بواد غیر ذی زرع، در یک وادی که خشک است، وادی که یگان زراعت ندارد، در وادی خشک من فرزندم را، بعضی از فرزندانم را سکونت دادم، جای دادم. عند بیتک المحرم، اون در نزد بیت الحرام می باشد، اون در نزد بیت الحرام است. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس، پس میگه دعا کرد که ربنا ای پروردگارا، لیقیموا الصلاة، یعنی که تا برپا دارن نماز را، فجعل افئدة من الناس، پس قرار بده یا بگردان دیل بعضی از مردم را، تهوی الیهم، مائل شود به طرف اینها، یعنی به این سرزمین، به این جایی که من بعضی از فرزندانم را گذاشتم، ای الله دیل بعضی از مردم را به این طرف مائل بگردان. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، و رزقشان بده ای الله جل جلاله من الثمرات، یعنی که از میوه ها برای بعضی از فرزندانم که اینجا گذاشتم، اهل بیتم گذاشتم، الله اونها را رزقشان بده، لعلهم یشکرون، تا که اونها شکر گزاری بکنند. این بود دعای ابراهیم علیه السلام وقتی که فرزندش را با همسرش در آن وادی خشک گذاشت. خب بعدش میگه و جعلت اسماعیل ترضع اسماعیل، پس میگه شروع کرد مادر اسماعیل شیر دادن اسماعیل را، و تشرب من ذلك الماء، و میگه اسماعیل از همون آبی که همون ظرفی که آب داشت، از همون مشکی آبش میگه استفاده میبود، از همون آب میخورد و مینوشید، و حتی اذا نفد ما فی السقای، تا این که میگه تمام شد آن آبی که در مشکش بود، در اون ظرفی که آب داشت، اون آب میگه خلاص شد. عطشت، پس میگه تشنه ماند اسماعیل، و عطش بنوها، همچنین پیسرش هم اسماعیل تشنه ماند. و جعل تنظر الیه، و شروع کرد نگاه کردنی به پسرش، یعنی که مادر اسماعیل شروع کرد به نگاه کردنی فرزندش. یتلوا، یعنی که میپیچد، از تشنگی را کودک میگه میپیچد، یتلوا یعنی که میپیچید از شدتی تشنگی را اون کودک. او قال یتلبطو،
یا میگه در روایت اومده که یتلبتو، یعنی که پایهایش را به زمین میزد، از تشنگی زیاد را، از شدت تشنگی را میگه پایهایش را به زمین میزد. فانطلقت کراهیت ان تنظر الیه، پس میگه رفت مادر اسماعیل کراهیت ان تنظر الیه، یعنی طاقت دیدنی فرزندش رو در این حالت دیگر نداشت. کراهت یعنی که کراهیت یعنی که خوش نمیدید که نگاه کند فرزندش رو به این حالت، یا بهتر میگیم که طاقت دیدنی این حالت رو نسبت به فرزندش نداشت که فرزندش از تشنگی میپیچد یا از تشنگی پا میزند. فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیها، پس میگه دید کوه صفا را، نزدیکترین کوهی که قریب بود به حضرت اسماعیل. اسماعیل میگه نزدیکترین کوه این کوه صفا بود. فقامت علیه، پس میگه اسماعیل بالای همون کوه صفا رفت. ثم استقبلت الوادیه، پس میگه رو به طرف وادی کرد، به طرف بالای کوه که برآمد طرف پستی ها وادی را نگاه کرد. تنظر هل ترى احدا، یعنی نگاه میکرد که آیا یگان کس رو میبینه در اون پستی ها. فلم تر احدا، پس میگه کسی رو ندید. از بالای کوه صفا این طرف آن طرف وقتی میگه نگاه کرد، وادی را نگاه کرد، کسی را ندید. فهبطت من الصفا، پس میگه فرامد از کوه صفا. حتی اذا بلغت الوادیه، تا اینکه میگه رسید در وادی، در اون جای پستی. ثم اتت المروه، بعد میگه آمد کوه مروه. اونجا بگیم از صفا فرامد، با بالا شد کوه مروه ده. فقامت علیها، پس میگه ایستاد در بالای کوه مروه. فنظرت هل ترى احدا، پس میگه نگاه کرد که آیا کسی رو میبیند. فلم ترى احدا، میگه کسی رو ندید. ففعلت ذلك 7 مرات، همین کار رو میگه 7 بار انجام داد. یعنی که رفت کوه از کوه صفا، آمد کوه مروه، با از کوه مروه رفت کوه صفا، همین خیل 7 بار میگه همین کار رو انجام داد. اکنون میگه قال ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس رضی الله عنهما بعد از این قصه را بیان کردن گفت قال نبی صلی الله علیه و سلم، این یعنی که این قصه را اصلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم براشون گفتگی بود، اما ابن عباس این قصه را خلاصه کرده برای مردم نقل میکرد. پس تا اینجا رسید و ابن عباس گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که فذلک سعی الناس بینهما، گفت فذلک از همین جا شروع شدگی است سعی کردن مردم در بین صفا و مروه. اینه که سعی بین صفا و مروه از کی عبادت شد برای مردم؟ از انا همین هنگام میگه، از انا همین وقت سعی بین صفا و مروه یکی از عبادت ها گشت. فلما اشرفت علی المروه سمعت صوتا، پس زمانی که آخران بار میگه بالای کوه مروه برآمد، آخران بار یعنی هفتم پیش ده، وقتی که بالای کوه مروه برآمد سمعت صوتا، در همین هنگام میگه آوازی رو شنیده. فقالت صح، پس میگه گفت که سکوت کن، یعنی که تريد نفسه، یعنی خودش میگفت، خودش میگفت که سکوت کن، خب کن، یعنی چیزی که میشنوی گویا که یک خیالات هست، یعنی که سکوت کن، خب کن، یعنی فکرت هر جا نبر. ثم تسمعت، بعد میگه داف دیگر میگه تسمعت، یعنی خوب گوش کرد، دقت داد، حرکت نکرده، بگیم تسمعت یعنی که خوب گوشش را به شنیدن داد. فسمعت ایضا، باز همون صدا را میگه باز شنید، باز صدا شنیدن. فقالت، پس میگه گفت قد اسمعت ان کان عندك غواث، گفت که واقعا شنواندی آوازت رو به من، یعنی که آواز شنید، گفت که واقعا هر چی که هستی به من آوازت رو شنواندی. این کان عندك غواث، اگر میتوانی برام کمک بکنی، یعنی که اگر کمک داری تو، یعنی میتوانی که مرا کمک بکنی. فاذا هی بالملک عند موضع زمزم، پس ناگهان میگه دید اون یک ملائکه در جای، در موقع زمزم است، در پیش آبی هم جایی که زمزم است، در همجا میگه یک ملائکه را دید. میگه فبحث بعقبه، پس میگه شروع کرد اون ملائکه میگه به زدن با پایهایش،
عقب بگیری به کون پایهایش زدن زمینش شروع کرد. او قال بجناحه، یا میگه که با بالهایش اون ملائکه زمین زدن شروع کرد. حتی ظهر الماء، زد میگه زمین را، از زمین آب برآمد. ظهرت الماء، ظهر الماء، آب میگه از زمین برآمد. فجعلت تحوضه، پس شروع کرد میگه حضرت اسماعیل تحوضه، یعنی جمع کرد همون آب رو، یعنی حوض میکرد. حوض میکرد که تا اینکه آب تیت نشود، پراکنده نشود، آب میگه جمع کردنش رو شروع کرد. تحوضه یعنی حوضش میکرد، جمعش میکرد. و تقول بیدها هکذا، یعنی که میگو به دستانش اینطوری میگفت. تو یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک نقل بکنیم میگه جوری حوض کن، به دستات هم اشاره میکنی، بگیم همین خیل به دستاش بگیم اشاره کردن. و جعل تغرف الماء فی سقایها، و شروع کرد میگه تغرف الماء، یعنی که پنجه میزد آب رو میگرفت در همون سقاش، در همون مشت بگیم ظرفی آب گیرکش میگه آب رو گرفتن شروع کرد. و هو یفوز بعد ما تغرفو، یعنی همون آب برآمدن میگیره بعد از اون که یک بگیم کف آب میگرفت، یک کف آب میگرفت او ایتا آب میبرآمد. وقتی یک کف آب میگرفت از تک از زیر آب میبرآمد. و فی روایتین بقدر ما تعرفو، بقدر ما تغرفو، یعنی در یک روایت دیگر آمده که است یعنی به اندازه کی آب میگرفت همون قدر آب زیاد میشه. وقتی که پنجه میزد آب میگرفت در ظرفی آب نوشکش، باز میگه چی از زیر همون قاب چکار میکرد میبرآمد. قال ابن عباس رضی الله عنهما، بعد از این قدر قصه را بیان کردن میگه باز ابن عباس رضی الله عنهما گفت که قال نبی صلی الله علیه و سلم، میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که رحم الله ام اسماعیل، گفت که الله رحمت کند ام اسماعیل را، مادر اسماعیل را، لو ترکت زمزمه، ای کاش زمزم رو ترک میکرد، یعنی که حوزش نمیکرد، جمعش نمیکرد، از زمزم به حال خودش میگذاشت، زمزم به حال خودش میگه ای کاش که میگذاشت. او قال، یا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لو لم تغرف من الماء، ای کاش ام اسماعیل پنجه زده از اون آب نمیگرفت، پنجه زده از اون آب نمیگرفت. لکانت زمزم عینا معینا، اگر این کارو نمیکرد حتما میشید آب زمزم چشمه روانه یا چشمه بزرگ میشید، اگر که حضرت ام اسماعیل این کار رو انجام نمیداد. اما ام اسماعیل آب جمع کرد و از داخل اون با پنجه زده آب که گرفت، از این حساب آب زمزم آب روان نگشت، چشمه روان نگشت. قال فشربت، پس میگوید ابن عباس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ام اسماعیل چکار کرد؟ شریبت، نوشید از همون آبی که گرفت. و ارضعت ولدها، و شیر داد کودکش رو، اسماعیل رو. فقال لها الملک، پس میگه ام اسماعیل رو ملائکه گفت لا تخافوا الضیعه، نترسید شما از هلاک شدن، شما نترسید که هلاک میشوید. فانها هنا بیتا لله یبنیه هذا الغلام و ابوه، گفت پس هر آینه در اینجا گفت خانه الله، بیتا لله یعنی خانه الله ساخته می شود، هذا الغلام و ابوه، همین غلام و پدرش، یعنی که همین غلام یبنیه یعنی می سازد همون خانه الله را، هذا الغلام و ابوه یعنی همین کودک یعنی اسماعیل و پدرش در اینجا چیکار میکند؟ خانه می سازد. گفت شما نترسید که هلاک میشوید. و این الله لا یضیع اهله، گفت هر آینه الله سبحانه و تعالی ضایع نمیکند دوستانش را، الله سبحانه و تعالی هیچگاه دوستایش را ضایع نمیکند. و کان البیت مرتفعا من الارض، میگه بود خانه بلند از زمین، جای خانه میگه از زمین ده چی بود؟ بلند بود. کرابیتی تأتیه السیول، و مثل تیپه بود، یعنی که بلندی ده بود و مثل تیپه. تأتیه السیول یعنی که میگذشت به اطراف اون، به هر طرفی که خانه بلندی ده بود به اطراف خانه به جای پستی ها میگه سیل میرفت، باران که میبرد اون چی که میشید آب میومد و سیل میرفت. فتأخذ عن یمینه و عن شماله،
پس میگذشت میگه از طرف راست خانه و از طرف چپ خانه آبها، یعنی که باران که میومد اون آبهاش به طرف راست چپ خانه میگذشت، زمین که خانه در چی بود؟ بلندیده بود. و کان البیت مرتفع فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت ذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. پس میگه فکانت کذالک، یعنی همین هنگام بگیم بده همین حالت بدن حضرت اسماعیل با اسماعیل، میگه همین حالت ده بدن حتی مرت بهم رفقة من جرهم، تا اینکه میگه گذشت به نزد اینها گروه از قبیله جرهم. از قبیله جرهم میگه یک کاروان، یک گروه میگه گذشت. او اهل بیت من جرهم مقبلین من طریق کداء، میگه یا میگه یعنی که گروه از قبیله جرهم گذشت، یا میگه اهل بیت، یعنی که یک چند خاندان از قبیله جرهم میگه گذشت. مقبلین من طریق کداء، یعنی که می آمدن از راه کدا. کدا نامی منطقه که از همون کدا بر میگشتن. فنزلوا فی اسفل مکه، پس توقف کردن میگه در پایان مکه. در پایان مکه میگه اونجا توقف کردن که جای دمگیری قرار دادند. خب فرعوا طائرا عائفا فقالوا، پس میگه دیدن پرنده را که فال میگرفتن، با اون پرنده برای آب رو یافتن. یعنی که پرنده را دیدن و اون پرنده گفتن که در این قریبی ها آب هست، یعنی که در نزدیکی آب هست. فقالوا ان هذا طائر لیدور علی ماء، گفتن که هر آینه همین پرنده چرخ میزنه در اطراف آب. گفتن در این نزدیکی آب هست که این پرنده چرخ زده ایستاده است. لعهدنا بهذا الوادی و ما فیه ماء، گفت از زمانی که ما در اینجا هستیم و این جایها رو میدونیم، در این وادی، در این صحرا آب وجود ندارد. این صحرا دگو آب نیست، اما این پرنده ها دلالت میکنه به چی؟ در این نزدیکی ها آب وجود دارد. فارسلوا جریا او جریین، پس میگه این گروه یا که این کاروان، این چند خاندان از قبیله جرهم، میگه فرستادند یک نفر یا دو نفر را، یعنی که برای جستجوی آب، تا که یک چرخ زده دیده برای که آیا در این نزدیکی آب هست یا نیست. فاذا هم بالماء، پس ناگهان میگه اینها آب را پیدا کردن. پس ناگهان آب را دیدن. فرجعوا، پس اینها برگشتن. فاخبروهم، پس خبر دادن این گروه را که در نزدیکی آب وجود دارد. فاقبلوا و اسماعیل عند الماء، پس رفتن میگه و مادر اسماعیل میگه در نزد آب بود، یعنی که رفتن دیدن که مادر اسماعیل در نزد آب است. فقالوا، پس این گروه میگه گفتن اتأذنین لنا ان ننزل عندکی، گفتن که آیا اجازت میدهید ما را که ما بمانیم یا توقف کنیم در نزد تو، یعنی در نزد زمین آب، در همین جایها ما را اجازت میدهی که ما هم جا بگیریم و توقف بکنیم؟ قالت نعم، مادر اسماعیل گفت که بله اجازت هست. ولكن لا حق لكم في الماء، اما گفت ولكن لا حق لكم في الماء، هیچ گونه حق مالکیت، یعنی که اجازت هست اما این آبی که هست در این آب شما حق مالکیت ندارید، یعنی شما صاحب این آب نمیگردید، میتونید استفاده برید اما صاحب آب نمیشوید، یعنی حق مالکیت ندارید. قالوا نعم، گفتن بله، یعنی قبول کردن شرط رو، گفتن خلاص، یعنی که ما اینجا زندگی میکنیم، سکونت میکنیم، اما حق مالکیت آب را نداریم. قال ابن عباس، پس میگه ابن عباس رضی الله عنهما میگه که قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فالف ذلك اسماعیل، پس میگه پذیرفت، قبول کرد این را مادر اسماعیل، و هی تحب الانس، و مادر اسماعیل انس گرفتن را، یعنی که امر داشتن را، این چیزها را دوست می داشت، یعنی خودش تنها بود. پس اینها وقت طلب کردن، پس حضرت مادر اسماعیل بدون شک شما قبول میکرد، یعنی که امر باشد این بهتر و خوبتر. فنزلوا، پس میگه اینها در اون بری
آب زمزم در نزدیکی بگیم در پیش مادر اسماعیل چیکار کردن؟ اینها هم جای گرفتند. فارسلوا الی اهلیهم، پس میگه روان کردن برای آوردن خانواده هایشان، یعنی چند نفر روی کردن که برین اکنون خانواده همونو بگیرید از بگیم جرهم که از همون قبیله که زندگی میکرد از همون مکان بیارید به اینجا. فنزلوا معهم، پس میگه خانگی هاشون هم آمدن همراه اینها اینجا توقف کردن که اما کوچو پرا گرفتن آمدن جای زندگی اختیار کردن نزد آب زمزم را. حتی اذا کانوا بها اهل ابیات، تا اینکه میگه گشتن در اون مکه در نزد آب زمزم اهل ابیات، یعنی که چند خانه شد در اونجا، یعنی که این گروه این جماعت بگیم آوردن خانگیاشون اهل بیتشون رو چند خانه در اونجا بنیاد شد. و شب الغلام، این کودک یعنی اسماعیل جوان شد. و تعلم العربیه منهم، و یاد گرفت زبان عربی را از این مردمی جرهم، از این قبیله که در برشان جا گرفته بود، از اینها زبان عربی را یاد گرفت. و انفسهم و اعجبهم حین شب، و در تعجب آورد و پسندیدند این قبیله حضرت اسماعیل را حین شب، وقتی که حضرت اسماعیل جوان شد. وقتی جوان که شد این قبیله بسیار حضرت اسماعیل پسندیدند، حضرت اسماعیل را قبول کردند، حضرت اسماعیل براشون خوش آمد. فلما ادرک، پس زمانی که با سن سال ازدواج که رسید، یعنی که جوانی بزنکی شد، زوجوه امرأة منهم، یکی از دخترهایشان را اون قبیله جرهم با کی داد؟ با حضرت اسماعیل علیه السلام. و ماتت ام اسماعیل، و چند زمان بعد میگه مادر اسماعیل از دنیا گذشت. فجاء ابراهیم بعد ما تزوج اسماعیل، پس میگه آمد ابراهیم بعد از اون که زندار شده بود، ازدواج کرده بود اسماعیل، یطالعو، یعنی بازبینی میکرد، حال بگه برای حال فرزندش رو گرفتن. حضرت اسماعیل چند سال بعد میگه، حضرت ابراهیم میگه چند سال بعد آمد. یطالع تریکته، تریکته که ترک کرده فرزندش برای دیدن آمد. فلم یجد اسماعیل، اما در وقتی که آمد میگه حضرت اسماعیل رو خودش رو پیدا نکرد. فسأل امرأته عنه، پس میگه پرسان شد زن اسماعیل رو درباره اسماعیل. فقالت، پس میگه زن اسماعیل گفت خرج یبتغی لنا، گفت بر آمده است برای کسب روزی. یبتغی لنا یعنی که برای ما کسب روزی میکند، برای کسب روزی بر آمدگی است. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمدگی است که یصید لنا، یعنی شکار میکند، برای شکار بر آمدگی است که اگر لقمه بیارد رزق روزی برای همین بر آمدگی است. ثم سألها عن عیشهم و هیئتهم فقال، بعد میگه حضرت ابراهیم علیه السلام همسری حضرت اسماعیل کلونش رو پرسید از زندگی و حالشان، از حالشان پرسان شد، حالتان چی دور است، زندگی و معیشتتان چی طور است؟ فقالت، پس زنی اسماعیل علیه السلام یعنی که کلون حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ نحن بشر، گفت ما بسیار وضعیت بد قرار داریم. نحن بشر یعنی که ما بسیار وضعیتمون بد است. نحن فی ضیق، گفت ما در تنگی و شدت، در سختی زندگی داریم، تنگی و سختی و خیلی وزمینی در زندگی داریم. و شکت الیه، و این زن کلون میگه به طرف خسر، به طرف حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ شکایت کرد، شکوه کرد. قال، پس میگه حضرت ابراهیم گفت که فاذا جاء زوجک، پس گفت هنگامی که شوهرت آمد، اقرئی علیه السلام، گفت سلامش بگو، از نام ما برای اسماعیل سلام بگو. و قولی له یغیر، و قول له یغیر عتبه بابه، گفت بگو براش که تغییر بدهد دسته درش را، دسته درش را تغییر بدهد. فلما جاء اسماعیل، پس زمانی که اسماعیل آمد، کانه آنس شیئا، گویا اینکه اسماعیل چیزی را احساس کرده ایستاده است. وقتی که آمد به خانهش، فقال هل جاءکم من احد، یعنی آیا کسی آمده بود؟ قالت نعم، همسرش گفت که بله. جاءنا شیخ کذا و کذا، گفت آمد نزدمان
یک موی سفید به فلان فلان شکل قطعی هیئتش بیان کرد. فسألنا عنک، گفت ما را پرسان شد درباره تو. فاخبرته، پس همسر اسماعیل گفت من خبرش دادم اون موی سفید را. فسألنی کیف عیشنا، پس میگه با اون موی سفید مرا پرسید درباره چگونه زندگیمون بودن. فاخبرته، پس میگه که من خبرش دادم درباره زندگی. انا فی جهد و شدت، میگه هر آینه ما در تنگی و سختی زندگی داریم. و قال فهل اوصاکی بشیء، حضرت اسماعیل پرسان شد همسرش را که آیا یگان وصیت گفت، آیا یگان وصیت داد؟ قالت نعم، همسر اسماعیل گفت که بله، اون موی سفید وصیت داد. امرنی ان اقرا علیک السلام، گفت که امر کرد مرا که سلام رو برای تو برسانم. و یقول، و می گفت، اون میگه مسعود همچنین گفت که غیر عتبه بابک، یعنی دهن درت رو علیش کنی، دسته درت رو علیش تغییر بده. قال ذاک ابی، پس میگه اسماعیل گفت که اون پدرم هست. و قد امرنی ان افارقکی، اون پدرم مرا امر کرده است که من از تو باید جدا شوم. ان افارقکی یعنی که من از تو باید جدا شوم. الحقی بی اهلکی، گفت برو نزد خانوادت، نزد خانوادت برو. فطلقها، پس اسماعیل علیه السلام همسرش رو میگه طلاق داد. و تزوج منهم اخرى، باز میگه اسماعیل از همین قبیله یک زن دیگر رو باز به زنی گرفته. فلبث عنهم ابراهیم ما شاء الله، پس نیامد نزد اینها ابراهیم علیه السلام آنچه که الله خواسته باشد، یعنی از زمان یک مدت الله میدونه چقدر بود. ثم اتاهم بعد میگه باز آمد اسماعیل ابراهیم علیه السلام به نزد به خانه فرزندش اسماعیل. فلم یجده، داوود دیما میگه آمد فرزندش پیدا نکرد. فدخل علی امراته، پس میگه در آمد نزد همسر اسماعیل علیه السلام، یعنی نزد کیلونش در آمد. فسأل عنه، پس پرسان شد کیلونش رو درباره اسماعیل. قالت خرج یبتغی لنا، گفت بر آمده است برای ما رزق روزی میجوید، در جستجوی رزق و روزی برآمدگی هست. قال کیف انتم، حضرت اسماعیل میگه کیلونش را پرسید که کیف انتم، یعنی چه هستید شما، زندگیتون چی جور است؟ و سأله عن عیشهم و هیئتهم، یعنی که حضرت اسماعیل این کیلونش را، این زن اسماعیل را پرسید درباره زندگی و معیشت و از حالشان هیئتشان پرسان شد. فقالت نحن بخیر و سعة، پس میگه مادر همسر اسماعیل علیه السلام گفت که ما خوب هستیم و در رفاه و نعمت زندگی میکنیم، در نعمت هستیم. و اثنت علی الله تعالی، پس این زن میگه حمد و ستایش الله را گفت، یعنی الحمدلله گفت، ستایش کرده، گفت که در نعمت هستیم، در نعمت زندگی میکنیم. فقال ما طعامکم، پس میگه حضرت ابراهیم پرسان شد کیلونش را که خوراکتان چی است، غذای شما چی است؟ قالت اللحم، میگه کیلونش گفت که خوراک ما گوشت است. قال فما شرابکم، حضرت ابراهیم باز پرسان شد که نوشاکی شما چی است؟ قالت الماء، میگه گفت که آب هست، نوشاکی همون آب هست. قال، پس میگه حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که اللهم بارک لهم فی اللحم والماء، گفت ای بار الها برکت بده اینها را در گوشت و در آبشان، زنه که غذاشان گوشت است و نوشاکیشان آب هست. ای الله جل جلاله در غذا و نوشاکی اینها گوشت و آب برکت بده. قال نبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولم یکن لهم یومئذ حب، ولم یکن لهم، یعنی که نداشتن اونها در آن هنگام دانگی نداشتن، گندم و جو و این چیزا میگه نداشتن در خانهشان برای خوردن برای اینها. ولو کان لهم دعا لهم فیه، و اگر که می داشتن دانگی، دعا لهم فیه، دعا میکرد برای اینها درباره دانگیشون هم همچنین، اما دانگی که نداشتن درباره دانگیشون دعا نکرد. قال، اکی ابن عباس میگوید یک مسئله برای همیشه گوشت خوردن که انسان فقط گوشت آب بخوره چی حالت دارد،
ابن عباس میگه فهما لا یخلو علیهم احد بغیر مکه الا لم یوافقاه. میگه که فهما، پس همین گوشت و آب، لا یخلو علیهم احد بغیر مکه، نمیتواند اکتفا کند کسی در غیر مکه فقط به گوشت و آب، الا لم یوافقاه، مگر اینکه سازگار و خوب نمی باشد برای همون انسانش، برای همون خورندهش. یعنی اگه انسان بگه که فقط من آب و گوشت میخورم در غیر مکه، میگه برای خورندهش سازگار نیست، برای خورندهش خوب نمی باشد. اما در مکه باشد اگر هیچی اشکال ندارد، یکان ضرر برای خورندهش ندارد. این قول ابن عباس رضی الله عنه می باشد. و فی روایت، در یک روایت دیگر آمدگی است، میگه فجاء فقال، پس آمد و گفت، یعنی که حضرت ابراهیم آمد و گفت این اسماعیل، اسماعیل در کجاست؟ فقالت امرأته، پس میگه گفت همسر اسماعیل ذهب یصید، یعنی رفته است تا اینکه صید بکند، تا اینکه شکار بکند. فقالت امرأته، پس میگه گفت همسر اسماعیل که الا تنزلو، یعنی که آیا مهمان ما نمیشوی، در خانه ما نمیریشنی؟ فتطعم و تشرب، تا اینکه یگان غذای بخوری، یگان نوشاکی بنوشی. قال و ما طعامکم و ما شرابکم، حضرت ابراهیم پرسان شد که غذای شما چی است و نوشاکی شما چی است؟ قالت، همسر اسماعیل گفت که طعامنا اللحم و شرابنا الماء، یعنی که غذای ما گوشت است و نوشاکی ما آب می باشد. قال اللهم بارک لهم فی طعامهم و شرابهم، پس میگه حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرده گفت که ای بار الها، برکت بده برای اینها در غذایشان و در نوشاکیشان. قال فقال ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم، پس ابن عباس میگه که پس ابوالقاسم یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که برکت دعوت ابراهیم علیه السلام، یعنی که برکت دعای ابراهیم علیه السلام می باشد که در مکه فقط به آب و گوشت اکتفا کردن ممکن است. یعنی که این برکت دعای حضرت ابراهیم است که کسی که در مکه هست اون میتواند فقط با آب و گوشت زندگی بکند، با آب و گوشت زندگی بکند. این برکت دعای حضرت ابراهیم علیه السلام می باشد. این پس قول پیغمبر است. پیشتر که آب و گوشت گفتیم برای همیشه استفاده بردن، فقط آب و گوشت استفاده برای سازگار و خوب نمی باشد، قول ابن عباس بود. اما این قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. قال فاذا جاء زوجك، میگه گفت، یعنی ابراهیم علیه السلام گفت که همسر اسماعیل رو که فاذا جاء زوجك، یعنی هنگامی که شوهرت آمد، فقره علیه السلام، یعنی که پس سلام رو براش برسان. و مریه یثبت عتبه بابه، گفت امرش که محکم نگه بدارد دهنی درش رو یا دسته درش رو محکم نگه بدارد. فلما جاء اسماعیل، پس زمانی که اسماعیل آمد، قال هل اتاکم من احد، پس همسرش رو پرسان شد که آیا یگان کس آمده بود؟ قالت نعم، همسر اسماعیل گفت که بله، اتانا شیخ حسن الهیئتی، گفت آمد نزد ما پیرمردی که بسیار خوش قیافه و خوش هیکل بود. و اثنت علیه، و میگه این زن اسماعیل علیه السلام بسیار تعریف و توصیف کرد حضرت ابراهیم را، یعنی اون پیرمرد را، اون موی سفید را بسیار تعریف کرد. حالا نمیدونه که پیرمرد کی است. فسألنی عنک، گفت مرا پرسان شد درباره تو. فاخبرته، پس گفت من خبرش دادم، یعنی که درباره که جدا بودن در خبرش که دادم. فسألنی کیف عیشنا، پس میگه سوال کرد مرا که چگونه است، چی طور است زندگی امان. فاخبرته انا بخیری، پس میگه خبرش دادم که هر آینه ما خوب هستیم، یعنی زندگی من خوب است. قال، پس میگه قال فاوصاک بشیء، پس میگه این قال یعنی که حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل گفت، حضرت اسماعیل گفت که فاوصاک بشیء، یعنی آیا یگان وصیت کرد، اون پیرمرد اون مستفید یگان وصیت کرد.
قالت نعم، میگه گفت بله. یقرأ علیک السلام، و به تو سلام میرساند. و یأمرک ان تثبت عتبه بابک، و گفت امر میکند تو را که محکم و استوار نگه بداری دسته درت را. قال ذاک ابی، اکنون میگه حضرت اسماعیل گفت که اون پیرمرد پدرم میباشد. و انت العتبه، و گفت تو منظور است، یعنی منظور از دسته در یا دهن در گفت تو هستی، همسرش رو گفت تو هستی. امرنی ان امسککی، گفت امر کرد مرا پدرم ان امسککی که تو را نگه بدارم، تو را محکم نگه بدارم و تو در زندگی همراه هم باشی. ثم لبث عنه ما شاء الله. پس میگه نیامد حضرت ابراهیم علیه السلام نزدشان، میگه اون چیزی که الله خواسته باشد. چند مدت، چند زمان دیگه میگه حضرت ابراهیم به نزد اسماعیل پسرش نیامد. ثم جاء بعد ذلك، میگه بعد از مدت آمد نزد اسماعیل. و اسماعیل یبری نبلا له تحت دوحة قریبا من زمزم، و در حالی که میگه اسماعیل یبری نبلا، یعنی می تراشید تیر را، نبلا له یعنی تیر میگه در دستش برای شکار کردن، و برای این میگه اون تیرش را میگه چیکار میکرد؟ می تراشید. تحت دوحة، در زیر درخت بزرگی که قریب من زمزم، اون درخت میگه در نزدیکی های آب زمزم بود. فلما رآه، پس زمانی که میگه حضرت اسماعیل حضرت ابراهیم را دید، پدرش را دید، قام الیه، یعنی که خیست برای استقبالش، برای پیشواز گرفتن پدرش از جایش خیست. فصنع کما یصنع الوالد بالولد، پس میگه انجام داد چی طوری که انجام میدهد یک پسر نسبت به پدرش، والولد بالوالدی، و چی طوری که یصنع الوالد بالولد، یعنی که انجام میدهد پدر به پسرش، والولد بالوالدی، و انجام میدهد پسر به پدرش، یعنی که همون معامله را که بین پدر و پسر انجام میشود، پس میگه همون رو انجام دادن. قال یا اسماعیل، بعد یعنی سلام علیکم، یگان بوسه کردن و حال پرسی کردن. بعد از این کارها میگه قال یا اسماعیل، حضرت ابراهیم گفت که ای اسماعیل، ان الله امرنی بامر، و اسماعیل الله مرا امر کردگی است به کاری. قال فاصنع ما امرک ربک، حضرت اسماعیل گفت که انجام بده چیزی را که پروردگارت امر کردگی است، به هر چیزی که پروردگارت امرت کرده است اون را انجام بده. قال و تعیننی، حضرت ابراهیم گفت اسماعیل را که آیا تو من را کمک میکنی، تو من را یاردم میکنی در این کار؟ قال و اعینک، حضرت اسماعیل گفت که بله من کمکت میکنم، من یاردمت میکنم. قال فان الله امرنی ان ابنی بیتا ها هنا، گفت هر آینه الله سبحانه و تعالی مرا امر کرده است که بسازم خانه در اینجا. جا را نشان داد، مکان نشان داد، گفت باید در اینجا من خانه بسازم. و اشار الى اکمت مرتفعه علی ما حولها، پس میگه اشاره کرد به تپه بلندی که در اطرافشان بوده، یعنی بلندی را نشان داد که باید من در اینجا یک خانه بسازم. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، پس در همون جا، فعند ذلك در همون جایی که اشاره کرده بود، در همون جا میگه رفع قواعد من البيت، یعنی بنا کرد پایه های خانه را، یعنی فوندامنت خانه را، زیر بنای خانه را میگه در اونجا بنا کرد و شروع کرد. فجعل اسماعیل یأتی بالحجارة، پس شروع کرد میگه اسماعیل علیه السلام به آوردن سنگ، یعنی پدرش رو یاردن میکرد، سنگ می آورد برای ساختن اون خانه. و ابراهیم یبنی، و ابراهیم علیه السلام میگه بنا میکرد، یعنی که دیوال رو برداشتن میگرفت. حتی اذا ارتفع البناء، تا اینکه میگه بالا شد دیوار، یعنی که بلند، وقتی که سنگا رو بالا به بالا موندن که گرفتن، لحظه به لحظه میگه اون دیوار چی شد؟ بلند شد. جاء بهذا الحجری، پس میگه آورد حضرت اسماعیل برای پدرش، میگه همین سنگ رو، همون جایی که میبینیم مقام ابراهیم، همون سنگ رو میگه حضرت اسماعیل برای پدرش آورد، یعنی که قد پدرش در بلندی ها نمیرسید، پس یا سنگ اما مقام ابراهیمی که هست همون سنگ رو میگه آورد. فوضعه له فقام علیه، پس میگه من در نزد پدرش
فقام علیه، پس حضرت ابراهیم بالای اون سنگ برآمد برای ساختن و برای دیوال را دوام دادن و بلند کردن. و هو یبنی، در حالی که دیوال را میبرداشت، بنا را بلند میکرد. و اسماعیل یناوله الحجارة و هما یقولان، و اسماعیل یناوله الحجارة، که میداد در دست پدرش چرا؟ سنگا را. یعنی که در دست پدرش میداد و پدرش دیوال را بلند برداشتن میگرفت. و هما یقولان، در حالی که هر دین ها میگفتند، پدر و پسر میگفتند که ربنا تقبل منا، ای بار اله از ما قبول کن، انک انت السمیع العلیم، هر آینه تو ای الله شنوا و دانا هستی. سوره بقره آیتی 127. پس حضرت ابراهیم و اسماعیل میگه پدر و پسر این دعا را کرده، اون خانه را برداشتنش را، دیوال زدنش را انجام میدادند. و فی روایتین، در یک روایت آمده است که ان ابراهیم خرج بی اسماعیل و ام اسماعیل، میگه ابراهیم، هر آینه میگه ابراهیم علیه السلام آورد اسماعیل و ام اسماعیل را، هر دویشان را آورد، معهم شنتون فیها ماء، همراهشان میگه مشک بود، در اون مشک آب بود، یعنی ظرفی آبداره یا ظرفی بود که در داخلش آب بود. فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنتی، پس شروع کرد، میگه ام اسماعیل، مادر اسماعیل، می نوشید از همون شنه، از همون مشک، از همون ظرف آب. فیدر لبنها علی صبیها حتی قدم مکه، پس میگه فیدر لبنها علی صبیها، پس میداد، میگه شیرش را بر کودکش، بر اون کودک شیرخواره به اسماعیل میداد، حتی قدم مکه، تا اینکه رسیدن در مکه. فوضعها تحت دوحة، پس میگه گذاشت حضرت ابراهیم ام اسماعیل رو در زیر درخت بزرگه. ثم رجع ابراهیم الى اهله، بعد میگه ابراهیم علیه السلام برگشت به نزد خانوادهش، حضرت اسماعیل رو با مادرش در اینجا گذاشت و به نزد خانوادهش برگشت. فتبعته ام اسماعیل، پس از دنبالش، از پشتش میگه رفت ام اسماعیل، حتی لما بلغوا کدا، تا اینکه میگه وقتی که رسیدن در کدا، نادته من ورائه، پس میگه فریاد کرد مادر اسماعیل از پشت ابراهیم علیه السلام، که حضرت ابراهیم پیش که بود، مادر اسماعیل از پشت میگه، پس فریادش کرد، یا ابراهیمو الی من تترکنا، گفت ای ابراهیم، به کی می سپاری تو ما را؟ در این صحرا، در این مکان، نه کسی هست، نه چیزی هست، نه آبی هست، به کی تو ما را می سپاری؟ پس میگه حضرت ابراهیم گفت که قال الی الله، گفت شما را من به الله می سپارم. قالت، پس میگه ام اسماعیل گفت که رضیت بالله، پس راضی شدم به الله، الله کی باشد خلاص من راضی هستم، ما را به الله سپرده باشی من راضی هستم. فرجعت، پس میگه ام اسماعیل برگشت، از دنبال حضرت ابراهیم که میرفت، میگه برگشت. و جعلت تشرب من الشنتی، و شروع کرد نوشیدن آب رو از اون مشکی که داشت، آبی که همراهشان داشتن، از اون میگه می نوشید. و یدر لبنها علی صبیها، و میداد شیرش را به کودکش، و اسماعیل علیه السلام شیر میداد. حتی لما فنی الماء قالت، تا این که میگه زمان تمام شد آبشان، آبی که همراهشان داشتن اون آب تمام شد. لو ذهبت، ای کاش، گفت که بروم، لو ذهبت یعنی که کاش بروم، فنظرت لعل احس احدا، پس نگاه بکنم، یعنی که کاش که بروم یک جای بلندی و نگاه بکنم، شاید، لعل یعنی شاید، که من احس احدا، کسی رو بیابم، کسی رو پیدا بکنم، یگان آدم رو شاید ببینم. قال یعنی که ابن عباس میگه که فذهبت، یعنی رفت حضرت ام اسماعیل، فصعدت الصفا، پس بالای صفا برآمد. فنظرت و نظرت، پس نگاه کرد و نگاه کرد. هل تحس احدا، گفت آیا میبینم کسی را، پیدا میکنم کسی را؟ فلم تحس احدا، اما میگه پیدا نکرد هیچ کس را، یگان کس را پیدا کرده نتوانست.
فلما بلغت الوادیه، پس زمانی که رسید در وادی، که از کوه صفا که فرامد، جای پستی که آمد، پایانی وادی که آمد، سعت یعنی با شتاب راه گشت، تیز راه گشت. و اتت المروه، میگه بر اومد بالای کوه مروه. و فعلت ذلك اشواطا، پس میگه انجام داد همین کار رو چند شوط، چند دور، میگه همین کار رو انجام داد، تکرارا چند بار همین کار رو انجام داد. ثم قالت، پس میگه گفت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبی، ای کاش گفت بروم و نگاه کنم که چیکار کرد کودک. یعنی دیگر جستجو کرد این طرف و آن طرف، رفت آمد و هیچ پیدا که نکرد، و ای کاش بروم و کودک را ببینم که چیکار کرد. فذهبت و نظرت، پس میگه رفت اسماعیل نزد کودک و نگاه کرد. فاذا هو علی حاله، پس ناگهان دید میگه کودک را علی حاله، بر همون حالی که بود، کانه ینشغ للموت، گویا اینکه اون کودک نفس میزد برای بردن، برای جان به حق تسلیم کردن. چطوری که انسان پیش از مرگش نفسهای چقور چقور میکشد، میگه کودک در همین هنگام بود، در همین حالت بود. ینشغ للموت یعنی که نفس میزد برای مردن، یعنی نفسی و مثل انسانی که در حالت جانتی است هم که نفس میزد. فلم تقرها نفسها، پس طاقت نکرد میگه نفسی مادرش، یعنی مادرش دیگر فرزندش رو در این حالت دیدن دیگر طاقت نکرد. فقالت، پس میگه اسماعیل گفت لو ذهبت فنظرت لعلی احس احدا، گفت اگر که روم و نگاه کنم، امید است که من احس احدا کسی رو پیدا بکنم، یعنی امید است که پیدا بکنم. فذهبت فصعدت الصفا، پس میگه رفت و بالای کوه صفا شد. فنظرت و نظرت، و نگاه کرد و نگاه کرد. فلم تحس احدا، و پیدا نکرد کسی را. حتی اتمت سبعا، تا اینکه میگه 7 بار این کار کرد، 7 پیچ، بگیم 7 پیچ دور زد. ثم قالت، بعد میگه گفت لو ذهبت فنظرت ما فعل، اگر کاش که بروم پس نگاه کنم که چیکار کرد، یعنی کودک اسماعیل چیکار کرده است. فاذا هی بصوت، پس ناگهان میگه مادر اسماعیل میگه شنید آواز را، صوت را میگه شنید. فقالت، پس اسماعیل گفت اغث ان کان عندك خیر، گفت کمکم بکن، یاردمم بکن اگر که در تو خیری باشد. این صاحب آواز اگر خیر همراه داری پس من را کمک، گفتم میگه حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل فریاد کرد یا گفت. فاذا جبریل علیه السلام فقال بعقبه هكذا، پس ناگهان میگه جبرائیل علیه السلام را دید. فقال بعقبه هكذا، پس گفت بعقبه هكذا یعنی که میزد به پاشینه پایش این طریق، یعنی چقدر که زمین با پاشینه پا با کونی پا میزنی، همینطور میگه با پاشینه پا میگه زمین رو میزد. و غمز بعقبه على الارض، و زد میگه با پاشینه پایش با زمین رو با پاشینه پایش زد میگه. فانبثق الماء، پس میگه برآمد، لبریز شد آب، همین جایی که پاش زده بود میگه از همون جا آب برآمد. فدهشت اسماعیل، پس حیران شد، دهشت زده شد مادر اسماعیل. فجعلت تحفن، پس شروع کرد مادر اسماعیل تحفن یعنی که با کف دستایش آب میگرفت، اما آبی که برآمده است با کف دستاش آب گرفتن شروع کرد. و ذکر الحدیث بطوله، و ذکر کرد حدیث را با طولانیش و که با پررگیش حدیث را میگه ذکر کنه که این روایت های گوناگون که هست از این حساب این یکی از روایت ها هست. خب رواه البخاری و بهذه الروایات کلها، میگه روایت کرده این حدیث را بخاری به همین روایت هایی که گفتیم، همین گپایی که گفتیم این در چی است؟ در بخاری می باشد. اکنون در این حدیث چند
کلمه ها را امام نووی رحمه الله شرح می‌دهد. یکمش الدوحه. دوحه چی است؟ الشجره الکبیره، یعنی درخت بزرگ، درخت کلان. قوله قف ای ولا، یعنی روی گردون، میگم رفت، برگشت. والجریو، الجر یعنی که میگه که اون قبیله ای که چند نفر روی کرد برای از قبیله جرهم، وقتی در اونجا جا گرفتن میگه جریان او جریینی، جریان او جریینی، یعنی یک کس دو نفر روی کرد، اون میگه که الجریو الرسول، جری یعنی کسی را جو میفرسته، اون چیز جری هست. و الفا معناه وجده، الفا یعنی که پیدا کرد. قوله ینشغو ای یشحقو، ینشغو به معنای چی است؟ به معنای یش حقو است، یعنی که آدمی که نفس برای جان دادن میکشد، آدمی در حالت جان سپاریدن هست، همون نفس کشیده را چی میگن؟ ینشغو یا یشحقو. خب این بود چند معنای کلمه ها از این حدیثی که حالا خواندیم و به آخر این حدیث رو رسوندیم. اکنون حدیث 1866 به آخر رسید. اکنون میگیریم حدیث 1867 کتاب ریاض الصالحین را. امام نووی رحمه الله میگوید و عن سعید بن زید رضی الله عنه قال، یعنی از سعید بن زید رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت الکمأة من المن، الکمأة من المن، یعنی کمعه از من هست. کمعه چی است؟ کمعه اون چیزهایی که در بهار میبراید، چه میگن؟ چاره میگوین یا که خاچش میگوین یا که خارچش میگوین، اون چیزهایی که در بهار که میبراید اون میگه کمعه. ان همون کمعه میگه من المن است. من چی است؟ من همون بارانی که الله سبحانه و تعالی، من یعنی که بگیم شک یا که شبنمی که الله سبحانه و تعالی برای بنی اسرائیل فرستاده بود، یا همون آبی که الله سبحانه و تعالی برای بنی اسرائیل فرستاده بود، میگه که از انا همون است. یعنی که همین قارچ یا که همین خاچ از چی است؟ از همون آب است که الله سبحانه و تعالی برای اسماعیل، برای بنی اسرائیل فرستاده بود. پس یعنی چی؟ یعنی که چطوری که الله سبحانه و تعالی برای اونها داده بود، پس الله سبحانه و تعالی برای ما هم این چیزا دادگی است. یعنی با آسانی انسان میتوند که این قارچ را یا که این خاچ را از زمین بگیرد و استفاده برد. اکنون میگه که همین الکمأة من المنی، همین میگه از همون هست. اکنون چی میشود؟ و ماؤها شفاء للعین، میگه آب یعنی همین خاچ شفا هست برای چشم. شفا میباشد برای چشم، برای بیماری چشم. آیا همه بیماری ها؟ نه. چشمی که آب میرود یا چشمی که زرداب میرود، انا همون چشم ده فایده دارد آبی خارج، آبی چاره یا آبی انا همین چیزهایی که در بهار میبراید، چیزهای سفیدی که از زمین میزنن میبراید، انا همون میگه چی دارد؟ آبش فایده داشته است در چشم. خب این حدیث متفق علیه می باشد. این بود آخران حدیث از کتاب المنفرات و الملح، یعنی که مسائل متفرقه و مسائل پراکنده و سخنهای نغز و دلنشین. با همین این کتاب هم به آخر رسید. اکنون کتاب نو شروع می شود، کتاب الاستغفاری، یعنی کتاب در مسئله استغفار که این کتاب نو است. انشاءالله کتاب استغفار را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. به همین درس امروزه رو به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.